61 زورگیر و گوشی قاپ خشن که به هیچ عنوان به کسی رحم نمی‌کنند، حتی به دختر بچه 9 ساله. سنا خانم سلام. حالت خوبه؟ چند سالته؟ 9 سالم. 9 سالته. چی شده اومدی آگاهی؟ گوشواره‌مو دزد برده. ببینید اینا اینقدر نامردن، از یه بچه 9 ساله هم نمیگذرن. خب گروه اول گروه گوشی قاپ‌ها هستن. چجوری قاپ می‌زدی؟ درای ماشین واس می بود، شیشه هایی که پای می بود، کسایی که حواسشون نبود مثلا تو پیاده رو بودن. زورگیری هم می‌کردید با چاقو؟ کسایی که مثلا گوشیشون رو نمیداد تهدید می‌کردن. سراغ چه کسایی می‌رفتی؟ اونایی که گوشی‌هاشون مدل بالا بودش، گوشی‌های خوب دستشون بودن، پولدارا. شیشه ماشین پایین بود. حالا ماشین‌های خارجی سوار می‌شدن. توصیه‌ات به مردم چیه؟ آقا گوشی‌هاشون رو در ملأ عام در نیارن. شما؟ از ایپاد استفاده کنن تا اونچه که میتونن در نیارن گوشی‌هاشون. خب دیگه چیکار کنن؟ در جای